اسم شما بلندتر به آواز بلند. عبدالشکور. این صدا جریان محاکمه تورن جنرال عبدالحی جرأت و فرید احمد محکومین به فساد اداری که از سوی محکمه ابتدایه محکوم به جزا شده اند. محکمه استئناف حکم محکمه ابتدایه در مورد جنرال عبدالحی سارنوال نظامی اسبق لوی سارنوالی که به اتهام اخذ رشوه 50,000 افغانی پول نقد به 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و فرید احمد عامل پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در قندهار که در ارتباط قضیه اختلاس 152,000 دلار امریکایی به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شده بودند را تایید نمود. محاکمه این دو تن روز سه شنبه به طور علنی برگزار شد و قاضی بخشی از حکم محکمه ابتدایه را چنین بیان کرد. ضمن اصدار حکم نموده است ما هیئت قضایی محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری از اینکه جرایم تزویر به هدف جرایم اختلاس ارتکاب یافته است طبق ماده 158 قانون جزا مجموعاً 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی و رد پول اختلاس شده و جزای نقدی معادل آن که شدیدتر است مطابق ماده 158 قانون مذکور بالای دو اسامی فرید احمد متهم تطبیق گردد. حفیظ الله و عربزی وکلای مدافع متهمین با ارائه دلایل دست داشته کوشش نمودند تا در محکومیت موکلینشان تخفیف وارد نمایند که دلایل ارائه شده از سوی هیئت قضایی مورد تایید قرار نگرفته و حکم محکمه ابتدایه مورد تایید قرار گرفت. مبلغ 50,000 افغانی مطابق فقره 1 ماده 155 قانون جزا از ابتدای اعلام نظارت تخفیفی از ابتدای ایام نظارت تخفیفیتان به مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و پرداخت وجه معادل رشوه اخذ شده. فرید احمد عامل پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در قندهار نیز به همان حکم 10 سال و 8 ماه محکمه ابتدایی محکوم شد. مرکز عدلی و قضایی از حدود 1.5 ماه قبل آغاز به کار نموده که برخلاف وعده های حکومت قضایای کوچک در این محکمه بررسی می شوند، در حالی که قبل از آغاز کار این مرکز لوی سارنوالی افغانستان گفته بود که در این محکمه قضایای بزرگ فساد اداری بررسی خواهند شد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.